مهر و درود خدمت همه دوستان. خوش آمدید به آموزش زبان انگلیسی با کوروش کریمی از مجموعه درس‌های لیو. درس 13. در این درس می‌پردازیم به یک ساختار جدید پس از اتمام زمانها به نام ساختار شرطی‌ها. تذکر خدمتتون عرض کنم که در ساختار جملات شرطی بخشی که بهش می‌پردازیم و مورد توجه اون هست بخش فعل جمله است که مورد اصلی جمله شرط هست و جملات شرطی عمدتاً از دو بخش تشکیل شدن، بخش شرط و بخش جزای شرط یا جواب شرط که بهشون خواهیم پرداخت. شرطی نوع نخست که بهش میگیم شرطی نوع صفر که برای بیان حقایق عمومی یا واقعیت ها استفاده میشن عبارتند از این ساختاری که ملاحظه میفرمایید. if به اضافه زمان حال ساده در یک سو و در سوی دیگر هم زمان حال ساده. توجه بفرمایید که در هر دو سوی جمله شرطی، یعنی در صورت شرط و در صورت جواب شرط، هر دو زمان حال ساده است. این به دلیل است که برای بیان حقایق استفاده میشه و شرطی در واقع در کار نیست، بلکه بیان یک واقعیتی است، اما در صورت ظاهر به شکل شرطی بیان میشه. توجه داشته باشین که در این نوع از شرطی بدون اینکه تغییر معنا ایجاد بشه به جای عبارت if از عبارت when هم میشود استفاده کرد، چون همونطور که عرض کردم شرطی در کار نیست. ملاحظه بفرمایید مثال هاش رو. If you boil water it evaporates. هر دو زمان حال ساده هستن. یا if babies are hungry they cry. اما شرطی نوع اول، از اینجا شرطی های واقعی شروع میشن. شرطی نوع اول یا شرطی واقعی که در شرایط خاص البته مورد نظر هست به این صورت ساخته میشه که در صورت شرط، در شکل شرط یا در جمله شرطی if به اضافه present simple زمان حال ساده و در شکل جواب شرط یا در بخش جواب شرط جمله با will به اضافه مصدر بدون تو ساخته میشه. این نوع شرطی بیانگر اتفاقاتی است که در صورتی که بخش نخستش یعنی بخش شرطی اتفاق بیفته احتمال رخ دادن بخش دوم زیاده. مثال ملاحظه بفرمایید. If it rains we won't go to the park. یعنی در صورتی که باران بباره این اتفاق خواهد افتاد. If you don't leave soon you'll miss the bus. اما شرطی نوع اول که شرطی واقعی هست یک نکته داره و تفاوتش میان شرطی نوع اول و شرطی نوع صفر است. همونطور که عرض کردم شرطی نوع اول بیانگر شرایط خاصه، یعنی در شرایطی اگر قسمت شرط اتفاق بیفته قسمت جواب شرط رخ خواهد داد. اما در شرطی نوع صفر این حالت عمومیت داره، یعنی اینکه بیان یک واقعیت دیگه نیازی به اینکه اگر قسمت اول اتفاق بیفته اتفاق دوم خواهد افتاد نخواهد داشت. مثال موضوع بفهمین. If you sit in the sun you get burned. این شرطی نوع صفره، یعنی اگر در زیر نور آفتاب بنشینی آفتاب سوخته میشی، تردیدی درش نیست و این یک واقعیته. اما نوع دوم رو مثال دوم رو ببینید که شرطی نوع اول رو مطرح میکنه. If you sit in the sun you will get burned. یعنی در صورتی که الان زیر آفتاب بشینی فقط مقطع خاصی از زمان رو مطرح میکنه، در این صورت آفتاب سوخته میشی. پس فرق بین این دو جمله اگرچه که در ظاهر فقط در شکل زمان بخش جواب شرط هست اما منظور گوینده متفاوته. در منظور اول کلیتی رو بیان میکنه که در هر شکلی اگر در زیر نور آفتاب بنشینی آفتاب سوخته میشه. اما در مثال دوم منظورش همون لحظه، همون زمان و همون شرایط خاصی است که مورد نظر هست. شرطی نوع دوم یا شرطی غیر واقعی یا شرطی خیالی به این صورت ساخته میشه که if به اضافه زمان گذشته ساده یا past simple و آینده در گذشته would به اضافه مصدر. حالا کاربردهاشو ملاحظه بفرمایید. یکی از کاربردهای زمان شرطی ساختار شرطی نوع دوم یا شرطی غیر واقعی اتفاقاتی است که در آینده احتمال وقوعشون وجود نداره یا تخیلات یا تصورات گوینده است. مثال ملاحظه بفرمایید. If I won the lottery
I would buy a big house. این اتفاق احتمالش که بیفته خیلی ضعیفه که در بخت آزمایی برنده بشه. خودش هم میدونه، میگه که من که در بخت آزمایی برنده نمیشم، اما اگه برنده میشدم I would buy a big house. یک خانه بزرگی برای خودم میخریدم. ولی خودش هم احتمال این رو بسیار ضعیف و نزدیک به غیر ممکن میدونه. کاربرد دومش اتفاقات غیر واقعی یا غیر ممکن در زمان حاله که دیگه با تفاوت اون نوع اول که خدمتتون عرض کردم، کاربرد اولش که در آینده است، این در زمان حال مورد توجهه. If I had his number I would call him. یعنی من که شماره‌اش رو ندارم، الان ندارم، به آینده ربطی نداره، اما اگه داشتم میتونستم باش تماس بگیرم. بنابراین حالا که شماره‌اش رو ندارم نمیتونم باش تماس بگیرم. این دو تا کاربرد خیلی به هم نزدیکن، فقط باید دقت بفرمایید که موقع استفاده کردن اشتباه نشه. نکته دیگری که اینجا وجود داره این است که در شرط نوع دوم به جای was برای اشخاص مفرد یعنی I, he, she و it می شود از where استفاده کرد. در این صورت جمله رسمی‌تر، نوشتاری‌تر و ساختارمندتر هست. اینی که شما در این جمله از was برای اول شخص یا برای مفردها استفاده بکنین اشکالی نداره، ولی در این صورت محاوری‌تر، روزمره‌تر و شکسته‌تره. If she were my girlfriend I would be happy. این کمی رسمی تر از این است که بگین if she was my girlfriend I would be happy. اون هم درسته، فقط اون محاوری تر، مکالمه‌ای تر و روزمره تره. اما شرطی نوع سوم، شرطی که در گذشته رخ نداده، ممکن بوده، احتمالش هم زیاد نبوده یا شاید هم بوده که در گذشته اتفاق بیفته، اما به هر حال اتفاق نیفتاده. ساختارش به این گونه است: if به اضافه گذشته دور یا past perfect در شکل جمله شرط و در جواب شرط would have و قسمت سوم فعل یعنی آینده در گذشته کامل. کاربردش چگونه است؟ اتفاقاتی که در آینده احتمال وقوعشون اتفاقاتی در آینده که احتمال وقوعشون در گذشته وجود داشته ولی نیفتاده و در واقع بیانگر حسرت و تأسف گوینده است و او نتایج و پیامدهاش رو بیان میکنه. انگار که چیزی در گذشته برای او افسوس و دریغ است و الان در اونا رو مطرح میکنه. If she had studied she would have passed the test. این یعنی که میتونسته درس بخونه با جدیت بیشتر اما این کار نکرده و اگر این کار رو کرده بود در آزمون موفق شده بود، ولی حالا این کار رو نکرده و این اتفاق از این رو نیفتاده. ولی این برخلاف شرطی نوع دوم که اون غیر محتمل و غیر ممکن بوده و غیر واقعی بوده، این ممکن بوده که اتفاق بیفته، یعنی واقعیت میتونسته داشته باشه اما نشده. تفاوت میان شرطی نوع دوم و سوم رو بیان کردم خدمت شما. یک بار دیگه با این مثال و مثال قبلی که عرض کردم دقت بفرمایید و مقایسه بکنید. If she studied she would pass the exam. این شرطی نوع دومه که این نشون میده که این خانم اصلا اهل درس خوندن نیست. بنابراین تخیلات و تصوراتی است که ای کاش مثلا این اتفاق میافتاد و او درس بخوند و اگه درس بخوند در آزمون قبول میشد، ولی این کارو نکرده چون اصلا اهل درس خوندن نیست، اصلا این کاره نیست. اما در شرط نوع سوم این امکان برای وجود داشته، حالا بنا به دلایلی نتوانسته، شرایطش نبوده، مشکلاتی داشته و درس نخونده، ولی امکانش وجود داشته. نکته که اینجا هست ملاحظه بفرمایید، در هر کدام از نوع جملات شرطی عبارت جواب شرط رو میشه اول گفت و سپس شرط رو گفت، برخلاف مواردی که تا حالا عرض کردم خدمتتون. در این صورت شکل ساختاری ظاهریشون یه قدری تغییر میکنه. اگر عبارت if رو در آغاز جمله یعنی جمله شرط رو در آغاز بیاریم if you study hard، کاما بعدش نیاز هست و بعد جمله جواب شرط you'll pass the test. ولی اگر قسمت جواب شرط رو در آغاز بیاریم you will pass the test، دیگه بین این دو عبارت جواب شرط و سپس جمله شرطی نیازی به کاما نیست. مثال دوم ملاحظه کنید if you study hard you'll pass the test، اینجا کاما نیاز است، اما you'll pass the test if you study hard اینجا دیگه کاما نیاز نیست. این دو جمله کاملا یکسانن، از لحاظ معنایی هیچ فرق نمیکنن، جایگزین کردن یکی به جای دیگری هم هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. و نکته بعد این که در جملات شرطی می شود به جای عبارت if از in case هم استفاده کرد که معناش هم تغییر نخواهد کرد.
اما نکته‌ای که در مورد ترجمه شرطی ها وجود داره، مثل بقیه مواردی که خدمتتون قبلا در خصوص زمان ها عرض کرده بودم، این است که برای ترجمه شرطی ها از انگلیسی به فارسی قاعده ثابت و مشخصی وجود نداره. این ترجمه بستگی داره به شرایط جمله، به متنش و به الگوهایی که وجود داره. اما از الگوهای زیر میشه به یک راهکار به عنوان یک راهکار استفاده کرد، اگرچه باید با مراقبت و دقت نظر انجامشون داد که در همه موارد ممکنه صدق نکنه. در شرطی نوع صفر به شرطی واقعی ترجمه این گونه است: هنگامی که یا اگر چنین بشود بعد چنان میشود، یعنی اگر شرطی اتفاق بیفته اون یکی هم اتفاق میفته، که اینا بازم عرض میکنم که شرط است. در ترجمه جمله های شرطی نوع اول یا شرطی واقعی این گونه است که اگر الف بشود آنگاه ب خواهد شد یا آنگاه ب می شود. منظور از این شیوه ساختاری که خدمت شما عرض کردم این است که ببینید که در شکل ترجمه شرطی نوع اول هم می شود حال ساده ترجمهش کرد، جمله جواب شرط، رو هم آینده ساده بسته به خواننده جمله. و در ترجمه شرطی نوع دوم این گونه است که در واقع یک آه افسوسی در جمله بوده، یعنی آخ اگر فقط این اتفاق می افتاد، اگر فقط این اتفاق می شد و در این صورت اون هم می شد، اون یکی هم شده بود. یعنی در واقع چون دریغ و افسوس درش هست، اضافه کردن برخی از کلماتی مثل اگر فقط، اگر تنها، آخ اگر در شکل ترجمه جمله شرطی ایرادی نداره و میشه جمله رو از لحاظ معنایی روان‌تر کنه. و اما ترجمه جملات شرطی نوع سوم یا نوع پایانی این است که اگر چنین میشد، در این صورت چنین میشد یا چنان میشد. این در واقع بیان یک حسرت و آرزوست که این آخ فقط برای دومی بهتره که استفاده کنیم، ولی در مورد سومی هم با احتیاط ممکنه. ولی در ترجمه شرطی نوع سوم فقط یه دریغ و درد و افسوس و حسرت درش هست که باید در ترجمه رعایت بشه. طبق معمول چند تا جمله براتون گذاشتم که اینها رو ترجمه فرمایید. بخش‌های فعلی با رنگ قرمز و سایر موارد جمله به رنگ مشکی نشون داده شده برای اینکه دقت بیشتری به خرج بدین موقع ترجمه کردن. باز هم مثل بقیه موارد خواهش میکنم که با استفاده از شرطی ها و فقط با استفاده از شرطی ها یک متن نیم صفحه‌ای بنویسید و بعد هم با استفاده از شرطی ها 1 دقیقه صحبت کنین، اون رو شماره بگذارین، تاریخ بگذارین و صدای خودتون رو ضبط بکنین. این دو تمرین رو طبق معمول انجام بدین تا بعد از اینکه ساختارها به پایان رسید مجدد یک دوره مفصل‌تری در مورد تمریناتش و انجام عملیشون خواهیم داشت. سپاس از توجهتون. خدا نگهدار.